خیلی خیلی ممنونم که دارین برنامه خودتون رو تماشا میکنین و نشستین که انشاءالله گفتگوی حقیر با آقای حائری‌زاده شروع بشه. این آخرین شبیه که ما محضرشون هستیم و افتخار میکنیم که توی این 5 شب داریم استفاده میکنیم از بیاناتشون درباره این فریضه بزرگ عبادی سیاسی یعنی حج. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همه بینندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم. زنده باشین، خدمت از ماست. آقا میشه امشب ما درباره خود کعبه معظمه، این خانه مکعبی شکل خدا که در کمال سادگی هست، یک 4 دیواری ساده که یک روپوش هم روش انداختن، راجع به این از شما بشنویم، برامون صحبت. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم کعبه در واقع یادگار جناب ابراهیم و اسماعیل که در سوره مبارکه بقره اشاره میکنه که اون زمانیو که جناب ابراهیم و اسماعیل قواعد بیت رو و پایه های کعبه رو داشتن بناگذاری میکردن و جناب ابراهیم رفته بودن روی بالای سنگی که امروز معروف به مقام ابراهیم هست و پسرشون کمک میکردن، خشتا رو میدادن و ایشون بنا میکرد. خب قبله مسلمان ها شد. میدونید قبل از اینکه در واقع مسلمان ها تو زمان رسول خدا خب به قبله بیت المقدس نماز میخونن و این باعث شده بود که یهودی ها خیلی آزار بدن رسول خدا رو، بگن تو چه پیغمبری هستی که ادعا میکنی پیغمبر اسلامی ولی همچنان داری از قبله ما یهودی ها که بیت المقدس یا بیت المقدس هست داری تبعیت میکنی. و خیلی بر حضرت سخت گذشت، خیلی بر حضرت سخت گذشت که آیه تغییر قبله در سال 2 هجری اتفاق افتاد که حضرت در واقع 2 رکعت نماز ظهر رو به سمت بیت المقدس و 2 رکعت باقی مونده رو به سمت کعبه نماز رو اقامه فرمودن. آیه‌ش هم اینه قد نرا تقلب وجهک فی السما فنولینک قبلة ترضاها. قصه نخور، ما تغییر قبله، آیه تغییر قبله رو که همین آیه است که خوندم بهت اعلام میکنیم که راضی بشی. فول وجهک شطر المسجد الحرام، از این پس شما به سمت در واقع کعبه نماز بخون. حالا شطر که میگن 2 معنا داره، یک جهت و سمت رو میگن شطر المسجد الحرام، به سمت مسجد الحرام. بعضیا گفتن شطر به معنای بخشی از چیزیه، چون بخشی از مسجد الحرام کعبه است. بله. پس هر 2 معنا درست میشه که مرحوم علامه طباطبایی اون معنای در واقع کعبه رو میگیره، میگه بخشی از مسجد الحرامه، به سمت اونجا نماز بخون. و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر وقت خواستی نماز بخونی سعی کن دیگه از این پس به سمت در واقع مسجد الحرام نماز. اتفاقا از همین آیه فولوا وجوهکم شطره استفاده میکنن شرط صحت نماز یومی رو به قبله بودنه. میدونید بحث قبله بحث بسیار بسیار مهمیه که در فقه ما هم ذکر شده، نه فقط حالا فقه شیعه باشه، فقه اهل سنت هم همینجوره. تو ذبح شرعی گفتن حیوانی که میخوای ذبحش کنی باید رو به قبله باشه، یا کسی محتضره لازمه که او رو به قبلش کنن، یا اگر کسی رو میخوان دفنش کنن گونه راستش به سمت قبله باشه. حتی حکم استحبابی هم رو به قبله، برای قرائت قرآن باید در واقع گفتن که رو به قبله باشی. حتی ذکر میخوای بگی، دعا میخوای کنی، رو به قبله. یه جاهایی هم نباید رو به قبله بود، یه جا هم نباید رو به قبله، یعنی قبله میشه مرکز ثقل. یه سری بایدها داره، یه سری نبایدها. حتی در آداب تخلی و سرویس بهداشتی رفتن گفتن که نباید رو به قبله و پشت به قبله باشه. خب 13 سال حضرت به بیت المقدس نماز خوندن و به خاطر این زخم زبون یهودی‌ها بعد 13 سال اون باقی مونده رو در واقع دیگه به سمت کعبه. از همونجا هم دیگه باب شد. خب مسلمان ها به همون کعبه نماز خوندن، لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع علیم. بعد جالب اینجاست که سیقول السفهاء من الناس، که یهودی ها باشن، اینا گفتن که ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا علیها. چی شد که از قبله بیت المقدس پیغمبر و مسلمان روشون رو برگردوندن به کعبه
بعد خدا میفهمه قل لله المشرق و المغرب، تمام عالم مشرق و مغرب از آن خداست. خیلی زیباست این مسئله. حالا تو مسجد الحرام خدمت شما انشالله خدا روزی کنه که کعبه هم تو همونجا هست، چند تا خصوصیت داره. اولا شما میدونید تمام مساجد، هر مسجدی که شما میخوایی برید و رو به قبله میخوایی نماز بخونید آدابی داره. من جمله آداب مسجد اینه که شما حتما نماز تحیت بخونید، اما مسجد الحرام نماز تحیت نداره. تحیت مسجد الحرام به طوافه. یعنی کسی که وارد مسجد الحرام میشه 7 تا طواف کنه، این طواف کردن او و نماز بعد از طواف او مجموعاً میشه نماز تحیت مسجد. جالب اینجاست که مسجد الحرام مدفن انبیاست، نه فقط هجر اسماعیل ها، مدفن انبیاست. روایت دیدم هر وقت یه پیغمبری قومش با اون نامهربانی میکردن، یه عده قلیلی میموندن و به عذاب الهی قومش گرفتار میشدن و یا عرصه برش تنگ میشد، به همراه عده کمی از مؤمنین اون پیغمبر می اومدن مسجد الحرام و عبادت میکردن. انقدر تو مسجد الحرام میموندن و عبادت میکردن که همونجا هم از دنیا میرفتن و نزدیک کعبه دفن میشدن. آره اکثر پیامبران ظاهرا اونجا دفن. بله، چون ما داریم تو روایت که 70 تا پیغمبر تو هجر اسماعیل مدفون. بله. تو روایت داریم، من جمله جناب اسماعیل، من جمله جناب هاجر که مادر ایشون بوده. مثلا داریم که حضرت نوح، حضرت هود، صالح، شعیب اونجا مدفون هستن. و جالب اینجاست که تو بعض از روایات داریم که بین رکن و مقام، بین رکن و مقام پر از قبور انبیاست. تو بعض از روایات داره بین رکن یمانی و حجر 70 تا پیغمبر اونجا مدفون هستن. اینم نکته است. کعبه که قبله مسلمان‌ها هستش 4 تا رکن داره، 4 تا گوشه داره. یه گوشش حجر الاسوده، سنگ بهشتی. این سنگ بهشتی سنگ سفیدی بوده. انقدر گناهکارا از بهشت هم آوردن، انقدر گناهکارا دست زدن به این سنگ. حالا در واقع سیرت ملکوتی او و صورت ظاهری او، این سنگ تبدیل به سیاه شد حجر الاسود. در واقع مبدأ هر دور طواف شروع و اتمامش از اونجا شروع، استلام به حجر. حالا اینم نکته است که حالا شده بیننده‌های عزیز سالیان آینده مشرف شدن. اگر شلوغ بود روایت داره امام صادق علیه السلام فرمود از همون دو دست راستو بالا بگی نگاه به حجر کن و ثواب استلام حجر و دست زدن به حجر رو می‌نویسن برات. چرا که دست زدن به حجر الاسود معناش اینه که در واقع بیعت میکنن با خدا. آدم احساس میکنه وقتی به یه نفر میرسه دست میده، تازه شروع میکنه سلام علیک میکنه و تفاهم، بعد شروع میکنه به گفتگو. اول کار یه دست میده مثلا با اون استلام میکنه، خیلی زیبا. یعنی که شروع میکنه. بله، با خدا بیعت کردی، خدای عظیم به هر چی تو گفتی مصافحه هست. احسن دیگه، اینم دیگه در لفظ به قول معروف خیلی ادبیش بود که درست اشاره فرمودید. نکته بعدی که من میخوام عرض کنم این 4 گوشه، این رکن حجره. رکن بعدی رکن عراقیه که قبله اهل عراق، اگر این کعبه فرض کنید بلا تشبیه، اینجا میشه حجر، این میشه رکن. از اونجا که شروع به طواف میشه رکن بعدی، رکن بعدی میشه رکن عراقی. قبله اهل عراق به این سمت، به سمت تقریبی. بعد میشه رکن غربی یا رکن شامی، قبله اهل شامه. بعد میرسه رکن یمانی. رکن یمانی خیلی عجیبه. روایت داریم ملائکه اونجا هستن. انشالله مشرف شدن دوستان یا اونایی که الان برنامه رو میبینن بالاخره یاد همه دوستان باشن، بخوان که واقعا همه مشرف بشن. عرض شود که تو رکن یمانی داره که ملائکه اونجا هستن، منتظر هستن حاجی‌ها به رکن یمانی که میرسن، که معروف به رکن ولایته. بله. میرسن دعا کنن و اونا آمینشو بگن. و قرآن هم میفرماد هر کجا ملائکه دعا کنن، ملائکه آمینشو بگن. آخر سوره مؤمنه که میفرماد یا غافر، دعای ملائکه مستجابه. اون اثر شکاف خانه خدا که اونم مستجاره. مستجارم شکاف خانه کعبه همونجا. خدا رحمت کنه، خیلی از بزرگان ما
مقید بودن اونجا در واقع بالاخره دست به دعا بردارن و دعا کنن. و جالب اینجاست که وقتی شما طواف میکنی، این طوافی که شما کنار کعبه میکنی 7 صفت بد در وجود انسان در هر دور طواف این صفات بد از انسان زدوده میشه. نوعرفا میگن مثلا دور اول فرض کنین کبره، کبر یعنی با دور اول من به خدا عرض میکنم خدایا حالا که با تو مصافحه کردیم، حالا که دور تو من میگردم، دیگه نمیخوام آدم متکبری باشم، تحویل بگیرم، آدم حساب کنم بقیه رو. اتفاقی نفته این میز، صندلی، پول، قدرت، شهرت، اینا اصلا اثری واسه آدم نداره. این یک. بعد داره که عجب، خساست، خلاصه اینو عرفا بعضیا بیان کردن. و 7 دور طواف به عدد ابواب جهنم، لها 7 ابواب که قرآن میگه، با هر دوری در واقع این درهای جهنم به روی انسان بسته میشه. و جالب اینجاست این 4 گوشی که در روی زمینه، 4 گوش هم در بیت المعمور در آسمان هست. و همین دلیل اصلا ظاهرا میگن بیت المعمور. اونجا هستن ملائکه. در واقع به موازات این کعبه روی زمین یه بیت المعمور هم اونجا هست که ملائکه دائما در حال طواف و طائف هستن و طواف کننده هستن، اونجا دارن انجام وظیفه میکنن. الهی نصیب و قسمت همه بشه که با شنیدن این فرمایشات شما خیلی ها دیگه دلشون میره، مثلا تو این ایام کسانی که حالا افراد خانوادهشون هم در واقع مکه مکرمه هستن دیگه این روزها، دهه اول ذوالحجه هم نمازشو دوستان متذکر بشه، مال بخشید که بخونن اگه میخوان ثوابشو ببرن و اینا. ولی من اون یادم افتاد، میدونین حالا حج تمتع یه طرف، من یه بار عمره سال 85 بود، عمره مفرده مشرف شده بودم. این که میدونی سالها آدم از تلویزیون قبله رو میبینه، بعد شما میای نزدیک جایی مثلا 1 متر 2 متر مونده به خانه خدا، میشینی اونجا نماز میخونی رو قبله، توی این فاصله قنوت میگیری نزدیک خانه خدا رو میبینی. یه حس وصف ناپذیریه. انشاءالله که خدا قسمت بکنه. یه تجربه دیگر هم میخوام حالا عرض بکنم، به قول جوانای امروزی به اشتراک بگذارم، مطابق از این فاصله که میگیریم برگردیم. بعد آقا دوست داشتن راجعش سوال بکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. کعبه معظمه اولین عبادتگاه و همچنین اولین اعمال و مناسک عبادی حج. میشنویم از حاج حایری‌زاده عزیز و استفاده میکنیم. اون نکته هم که میخواستم عرض بکنم اینه که یه وقتی من دور خانه خدا که نماز بود و نزدیکم بودم، همین صفحه اول دوم اینا، گفتم بذار یه قدری دیرتر برم رکوع، یه قدری دیرتر برم سجده، ببینم چه صحنه‌ای میبینم. وقتی این رو دیدم که همه، یعنی اگر این خانه خدا برداشته شه، من دارم به نفر مقابلم که به سمت من سجده کرده نماز میخونم و همه همینطور. اون چیزی که باعث شده که در واقع ما به هم سجده نکنیم، به یک خانه خداست این وسط به نام در واقع قبله یا کعبه. و بعد یاد ماجرای کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری هم حقیقتش افتادم، نمیدونم چقدر درسته یا غلط، که میگفتن که رفتن پیش هدهد برای اینکه مسیر رو بهشون بده، قله کوه قاف رو نشون داد و بعد که رفتن سیمرغ رو دیدن و اینها. خیلی حس و حال عجیبی بود. خلاصه این امیدوارم مردم همه در واقع درک بکنن این حس و حال رو. انشالله روزیشون بشه برم. من حالا قبل از اینکه ادامه بحث رو بدیم فقط به بیننده‌های بزرگوار عرض می‌کنم، چون دهه اول ذوالحجه است، بین نماز مغرب و عشا نماز دهه اول ذوالحجه خیلی آسونه. 2 رکعت اول و دوم بعد از حمد و قل هو الله، آیه و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها ب10، تو مفاتیح هم مراجعه کنن، اینو بخونن. اثرش هم اینه که در ثواب حاجیان شریک خواهند شد. کل ثواب حاجیان رو میبرن. انشالله. تو روایات این اومد. عرض شود که ادامه بحث میخوام عرض کنم که اصلا به ما گفتن که تو دین ما گفتن مسجد محوری، کاراتون رو تو مسجد انجام بدید. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء.
مؤمن تو مسجد، چون مسجد تمام مساجد ما محراب داره دیگه، محراب داره، جهت قبله است. هیچ مسجدی هیچ مؤمنی رو شما نمیدونه که به خلاف جهت قبله نماز بخونه. و لذا گفتم مؤمن در مسجد مثل ماهی تو آبه. همینجور که اگه ماهی از آب بگیرن میمیره، اگه مؤمن از مسجد، که مسجد هم در واقع قبله است، یعنی توجه به قبله، توجه به خدا، خانه خداست، خانه خداست، بله، بگیرن دلش میمیره. لذا گفتن که بالعکس المنافق فی المسجد، آدم منافق وقتی میره تو مسجد گفتن مانند کسیه که تو قفس احساس دلتنگی میکنه، چون داره نقش بازی میکنه دیگه، نقش بازی، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. به همین جهت وقتی شما تو مسجد الحرام میری یا اساسا مسجد میری و نماز میخونی، دعا میخونی، قرآن میخونی، باید رو به قبله باشه. اون حالت انبساط، اون حالت ابتهاج، اون حالت بهجت، اون حالت سرور به انسان دست میده. شما حالا بعضی هم این نکته رو میگن شما همش اشک میریزید، همش گریه میکنید. باور کن گاهی وقتا این اشک نتیجهش بهجته، نتیجهش انبساط خاطره، نتیجهش اعتماد به خداست. آدم از باطن وقتی که یه باتری ماشینی شارژش خالی میشه، اگه ظرفیت داشته باشه میبردن به دستگاه شارژر، وقتی میبندن به دستگاه شارژر دوباره شارژ میشه. در واقع کعبه، نماز، توجه به خدا و دعا و اساساً اینکه انسان رو به سوی خدا میکنه، رو به قبله میکنه، انسان اون خلاهای معنویش، اون نابسامانی آروم میشه. مثل این با یکی شما درد دل میکنه که همه عالم دست اوست، له مقالید السماوات و الارض. و جالب اینجاست که اصلا چیز که مرداب که نمیجوشه، احسن، چشمه میجوشه. بله. وقتی روح آدم مثل چشمه زلال بشه و بجوشه اش سرازیر میشه. همینطوره. و روایت هم داره اتفاقا جمود العین من قساوت القلب، اونایی که اشک ندارن شاید یک بخشش اینه که قلب قسی شده. آره. و قساوت القلب من کثرت الذنوب، گناه زیاد کردن، و کثرت الذنوب روایت من الغفلة عن ذکر الله، غفلت از یاد خداست، و الغفلة عن ذکر الله من حب الدنیا و حب الدنیا رأس کل خطیئه. عرض شود که در یه روایت دیدم که جناب ابراهیم علیه السلام دستور دادن اصل کعبه تا کجا بوده، یعنی محدوده معذرت میخوام مسجد الحرام تا کجا بوده. از زمان ابراهیم سلام الله علیه، همون اول بسم الله، کعبه تا سمت شرق مسجد الحرام بوده که اون میشه کوه صفا. همین مقدار بوده. و روایت داره که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن، تو بعض از روایات داره که بیت الله الحرام و مسجد الحرام و مسجد کوفه رو به حال اولش برمیگردونن. چون میدونید حالا این به حال اولش برمیگردونن، شاید منظور این باشه که از نظر فقهی جایز نیستش که ساختمونی مشرف بر کعبه باشه. الان شما برید اونجا، خب ساختمون‌های چه هتل‌ها چه ساختمونی که برج ساعت، اون برج ساعت کاملا اشراف داره به کعبه و این خلاف دستوره. یعنی چیزی نباید فوق ارتفاع کعبه در حریم کعبه باشه که متاسفانه این کجا موافق دستور عمل کردن که اینجا باشه. بعد حالا دعا بفرمایید ان شاءالله امام عصر تشریف بیارن. و جالب اینجاست که وقتی آدم کعبه رو میبینه یاد این روایت میفته که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن کنار کعبه میستن و اونجا صدا میزنن که یا ایها العالم انا المهدی انا المنتقم، من مهدی هستم، و خودشون رو معرفی میکنن. تا یه زمانی ما میگیم چجوری صدای ایشون به همه عالم میرسه. خب الان دیگه راحت این مطلب حل شده است واسه هم، مثلا نیازی به معجزه و اینا هم نداره. آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. نکته بعدی که تو مسجد الحرامه، تو مسجد الحرام 220 رحمت وجود داره. عجب. 120 رحمت وجود داره که از این 120 رحمت فرمودن 60 رحمتش مربوط به طائفینه، طواف کنندگان. آدم بتونه مثلا طواف کنه، یه طواف مثلا به نیت پیغمبر اکرم، یه طواف به نیت
حضرت زهرا امیرالمؤمنین، مخصوصا طواف به نیت حضرت صدیقه کبری علیها السلام خیلی اثرگذاره. به نیت امام عسکری که اصلا مکه مشرف نشده بودن، شرایط خاصی ایشون داشت. آدم وقتی طواف میکنه تو طواف گریه کنه، دعا بخونه، دعای جوشن رو بخونه، ای خدایی کجایی، ای خدا کجایی تا شبم من چاکرت چار و قدوسم کنم شار سرت. با خدا حرف بزنه. حتما لازم هم نیست در قالب ادعیه، همین خیلی ساده روون با خدا حرف بزنه، حاجتشو بگه، چون خدا میدونه، باطن رو میدونه، ظاهر رو میدونه. 40 تا دیگه از این 120 رحمت که 60 تاش مربوط به طواف کننده ها بود، 40 تاش هم به اونایی که اهل نمازن، نماز میخونن. و شما مستحضرید که در مسجد الحرام کسی نماز بخونه ثواب 100,000 رکعت نماز رو داره. اما تو حرم امیرالمؤمنین کسی نماز بخونه ثواب 200,000 نماز رو داره. الله. چرا؟ امیرالمؤمنین علیه السلام ولی نمازه، ولی حجه، نخ تسبیحه. ممکنه کسی نماز بخواند اما نمازش بدون ولایت باشه، این خیلی اثر نداره. روح و جان کعبه. بله، این که فرمودن که قطب قرآن، ولایتنا قطب القرآن، اون مرکز ثقل قرآن ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعینه. و از این 120 تا که 60 تا مربوط به طواف کننده ها و 40 تا مربوط به نمازگزاران و 20 تا دیگه خسته شدیم طواف کردیم، همینجوری نشستی به کعبه نگاه کن. آدم وقتی به کعبه نگاه میکنه، به قبله نگاه میکنه، چه کسانی اینجا نماز خوندن، چه شهدایی بودن اینجا، امیرالمؤمنین تشریف آوردن، پیغمبر اومدن اینجا، تمام خاطرات در فتح مکه که در واقع اتفاقاتی که افتاد، در واقع این قبله یادآور تمام تاریخ اسلام و آیات مکی و همچنین آیات مدنی است. الهی که خیلی زود نصیب و قسمت هممون، همه آرزومندان بشه دورش بچرخیم، در مطاف طواف به جا بیاریم و در مسعی سعی صفا و مروه و در جاهایی که باید وقوف کنیم و دعای روز عرفه رو در روز عرفه بخونیم و روز عید قربان رو هم در منا جشن بگیریم. و خیلی ممنونم جای عزیز، خیلی صفا کردیم. این 5 شب حظ بردیم. این برنامه رو شما الان دارید تماشا میکنید از آقا مکه مکرمه. ما قبل از سفرشون این برنامه رو ضبط کردیم، درست روز قبل از سفرشون هم جمعه گذشته که در واقع ایشان بامداد شنبه سفر میکنن و شما دعاگو همه دوستان هستید. دعاگو شما و همه زنده باشید، عزیزان هستید. خدا نصیب همه شما زنده باشید. حتما اونجا دعا کنید برای مردم. قابل باشم دعاگو هستم ان شاء الله. اوامری ندارین؟ عرضی ندارم، التماس دارم. مخلص شما هستیم. خدا خیرتون بده. بیننده هم دعا کنم. زنده باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون تماشا کردین. ان شاء الله ما از فردا شب هم به شرط حیات تا عید سعید قربان محضر حجت الاسلام المسلمین میرلوحی عزیز خواهیم بود و باز مسائلی رو پیرامون این فریضه بزرگ الهی از زبان ایشان هم میشنویم و یاد میگیریم. ضمن اینکه مناسبت هایی هم در پیش داریم که درباره اون مناسبت ها هم گفتگو با ایشان خواهیم کرد. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس